من خوشم آمد که این را عرض بکنم به شما. این حدیث از امیرالمومنین علیه السلام که مرحوم طباطبایی می‌فرماید و هو من غرر الاحادیث، این از برجسته ترین و زبده ترین احادیث اهل بیت علیهم السلام. یه نفر از حضرت سوال میکنه قیل له هل عندکم شیء من الوحی، از امیرالمومنین میپرسه که شما غیر از این قرآنی که الان در اختیار ما هست چیزی از وحی در اختیار شما هست؟ حضرت میفرمایند که قال الله والذی فلق الحبه و برأ النسمه، نه، به خدا قسم ما بیش از این چیزی در اختیار ما نیست. الا ان یؤتی الله عبدا فهما فی کتابه. بله، این ترجمه فارسیش به زبان متعارف ما اینجوری میشه. بله، اگر خدای متعال راه رو باز کنه ما در همینی که هست غور کنیم، اون وقت چیزهای زیادی در اختیار ما هست. مرحوم علامه طباطبایی میگن که این بیانات امیرالمومنین در توحید، در معارف الهی که به تعبیر ایشون بیانات عجیب امیرالمومنین که شما نهج البلاغه رو که نگاه کنید، این واقعا اعاجیب، به تعبیر ایشون اعاجیب. ایشون میگن همه اینها رو امیرالمومنین از قرآن استفاده کرده، از این حدیث استفاده میشه که همه این معارف عالی و ممتاز که برای فهمیدن اونها عقول متعارف و عادی کافی نیست، باید انسان فکر کنه، یاد بگیره، درس بگیره تا بفهمه. همه این معارف رو امیرالمومنین از قرآن گرفت، از قرآن استفاده کرد. قرآن اینه، این اقیانوس عمیق